سلام، امشب آخرین پارت این رمان جذاب داریم. امیدوارم که خلاصه این داستان رو دوست داشته باشید، چون امشب به صورت خلاصه این داستان رو براتون میخونم چون بسیار طولانی بود. امیدوارم که خوشتون بیاد و بریم که داشته باشیم داستانمونو. مینای داستان ما وقتی خدای دریا رو میبینه که خواب هستش، میخواد اونو به قتل برسونه به خاطر خشمی که ازش داره، ولی وقتی چهره معصومش رو که خوابیده میبینه منصرف میشه. در همین حال 2 نفر از دستیاران خدای دریا اونجا هستن و اونا رو میبینه. اونها ربانی که یک سرش به دستهای مینا وصل بود و سر دیگرش به دستای خدای دریا وصل بود رو قطع میکنند و روح مینا رو هم میگیرند و تبدیلش میکنن به یک قاضی. روحش رو تبدیل میکنن به یک پرنده که اسمش قاضیه و بهش میگن تو زیاد دوام نمیاری تو این دنیا و به همین دلیل اگر اتفاقی برات بیفته جان خدای دریا هم به خطر میفته. و حالا مینای داستان ما بدون روحش نمیتونه صحبت کنه، یعنی صداش رو هم گرفتند. بهش میگن اگر روحت رو میخوای که الان روحش تبدیل به یک قاضی، یک پرنده شده، باید 1 ماه دیگه به قصر نیلوفر بیایی، ولی الان نه. و یکهو غیب میشند و حالا مینایی که نه روح داره نه صدا داره، ناراحت و غمگین وارد کوچه‌ای سرد و بیروح میشه. اونجا میشینه و گریه میکنه. در همین حال 2 روح سرگردان که بهشون شبح میگن میان پیشش و میگن ما بهت کمک میکنیم تا روحت رو که الان قاضی شده بگیریم. این 3 نفر به سمت عمارت نیلوفر میرند که روح مینا اونجاست. وقتی به قصر میرسن، مینا یکی از عروسای قبلی خدای دریا رو میبینه که قبلا باش آشنا شده بود، چون یکی از دوستای برادرش جون بوده. اون دختر بهش میگه بهت کمک میکنم تا روحت رو پس بگیری، ولی باید خدمتکار این عمارت بشی تا کسی بهت شک نکنه. مینا و اون دختر که اسمش ناری بود وارد عمارت میشند و ناری یه لباس خدمتکاری به مینا میده. یه پارچه کوچیکم بهش میده که صورتشو ببنده باهاش که شناسایی نشه. و در اینجای داستان اون شب قرار بوده که یه مهمونی بزرگ برگزار بشه و همه خدایان اونجا حضور داشته باشند. مهمونی که میخواستن مطمئن بشن رمان بین خدای دریا و عروسش بریده شده. این مهمونی هر سال برگزار میشد، چون تا وقتی خدای دریا خواب باشه این خدایان میتونن فرمان روایی کنن و قدرتمندند. مینا و ناری به این مهمونی میرند و مینا در حین جستجوی روحش به یک اتاقی برمیخوره و در اونجا اون قاضی رو میبینه که روحش درونشه. همین که قاضی رو میبینه و میخواد به دستش بیاره و از قفس آزادش کنه، یکهو ارباب شین وارد اتاق میشه و اونجا مینا رو میبینه و میخواد نذاره که مینا روحش رو پس بگیره. ارباب شین هم کسی بوده که روح مینا رو تبدیل به قاضی کرده، ولی یکهو قاضی از قفس میفته و آزاد میشه و اون ربانی که از اول بین خدای دریا و مینا بود بین ارباب شین و مینا به وجود میاد و پیوند میخوره. مینا همیشه فکر میکرده که ارباب شین چون روحش رو گرفته آدم بدیه، ولی متوجه میشه که آدم بدی نیست و فقط قصدش این بوده که از خدای دریا محافظت کنه. گرچه که قبلا خودش هم یک خدا بوده و در طی داستان این رو میفهمه که ارباب شین یک خدا بوده، خدای جنگل و کوهستان، که انسان ها باعث شدن جنگل خراب بشه، آتیش بگیره، کوهستان ها کثیف بشه و اون هم از خدایی برکنار میشه. بریم سراغ اصل مطلب. وقتی که این پیوند بین ارباب شین و مینا برقرار میشه، چاره‌ای ندارن جز این که به مهمانی برند
مهمانی که همه منتظرن که اون روبان جلوی چشم همه پاره بشه. ولی این اتفاق نمیافته. خدایان عصبانی میشن و به ارباب شین میگن عروس خدای دریا کجاست؟ ارباب شین حرفی نمیزنه، ولی دستیارش میگه این میناست که عروس خدای دریاست. وقتی خدایان میفهمند که مینا عروس خدای دریاست، میگن ما اون رو با خودمون میبریم. حالا که پیوند بین اینها رو خراب نکردین، پس باید مینا رو به همون بدین. در همین حین ارباب شین یک هوب میگه که مینا عروس منه و آخر این ماه عروسیمونه. همه تعجب میکنند و این دو یعنی ارباب شین و مینا به عمارتشون میرند. ارباب شین به مینا میگه فقط 1 ماه وقت داری که خدای دریا رو نجات بدی و من هم از این وضعیت نجات بدی. چون که ارباب شین جونش رو نجات داد و نذاش خدایان اون رو با خودشون ببرند. ارباب شین و مینا به سمت عمارت روباه حرکت میکنند، چون ارباب شین بر این باوره که الهه روباه راهی براشون پیدا میکنه که از این وضعیت در بیان. به عمارت روباه میرسند. الهه روباه راهی نمیتونه براشون پیدا کنه و فقط میگه روح شما به هم وصل شده و اگر یکی از شما بمیره اون یکی هم خواهد مرد. مینای قصه ما که الان ناامید شده به قصر برمیگرده. در کنار درگیچه یک کاغذی میشینه و در حال قصه خوردنه که در همین لحظه وارد رویای خدای دریا میشه. اونجا خدای دریا بهش میگه تو عروس منی و چهره بدی هم نداری و ازش تعریف هم میکنه. مینا که تعجب کرده میگه حرفای رمانتیک میزنید که برام عجیبه. خدای دریا میگه من حرفام رمانتیک نیست، فقط تنهام و هیچ وقت بخشیده نمیشم به خاطر گناهانی که کردم. مینا سعی میکنه متقاعدش کنه که بخشیده میشه و در همین حال یهو بلند میشه از اون رویا. وقتی که بلند میشه به شین همه چی رو میگه و شین میگه خدای دریا تا حالا خودش رو به هیچ کس از عروساش نشون نداده. مینا میگه خدای دریا افسرده بود و انگار چیزی رو گم کرده که نمیدونه چیه. مینای داستان وقتی در حال پیدا کردن راهی برای نجات خدای دریاست به یک ارباب برمیخوره و اون ارباب بهش راجع به طلسم خدای دریا میگه. ارباب میگه وقتی عروس خدای دریا رو دوست داشته باشه حقیقی و خدای دریا هم اون رو دوست داشته باشه، اون وقته که افسانه ها به حقیقت تبدیل میشن و طلسم باطل میشه. در این داستان مینا عاشق ارباب شین میشه و بدون اینکه با خدای دریا پیوند عاشقانه‌ای داشته باشه اون طلسم رو میشکنه و به سرزمین واقعی خودش برمیگرده. از اون طرف امپراتور به خواستگاری مینا میاد. حالا مینا کجاست؟ در سرزمین خودش که از همون اول بوده، یعنی سرزمین واقعی نه شهر اشباح، و امپراتور همونجا بهش میاد پیشنهاد ازدواج میده. مینا قبول نمیکنه ولی همه بهش میگن قبول کن، امپراتور اومده، چرا قبول نمیکنی؟ در همین حین ارباب شین میاد و به مینا درخواست ازدواج میده. مینا هم قبول میکنه و با هم به سرزمین اشباح میرن و اینجاست که قصه ما به پایان میرسه. یک پایان خوش و قشنگ و زیبا، همونطوری که دوست داشتیم و انتظارشو داشتیم. پس شب خوبی داشته باشید و خواب راحت و آرومی رو تجربه کنید. دوستتون دارم. ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و این 3 پارت رو تماشا کردین.